بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. سوره الملک. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. پربرکت و بزرگوار است، یعنی خیر الله بسیار و انعامش بزرگ است. آن که به دستی است ملک و پادشاهی دنیا و آخرت از آن است و امر و قضایش در هر دو جهان گذراست و او بر همه چیز تواناست. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آن مرگ که و زندگی را آفرید تا شما را ای مردم بیازماید که کدام از شما نیکوکارتر، خالصتر و درستتر است و اوست پیروزمند توانا که او را چیز ناتوان نخواهد کرد. بخشنده است برای کسی که توبه کرده است. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آن که 7 آسمان را طبقه طبقه یعنی بالای هم آفرید، در آفرینش الله مهربان هیچ خلل و کمبودی نمی بینی. بازنگر آیا هیچ نقصان و شکافی در آن می بینی؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سپس باری دیگر چشم بگردان، چشم تو در حالی که خسته و ناتوان است به سوی تو باز می گردد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. و هر آینه آسمان دنیا را به چراغ‌های عظیم درخشنده زینت دادیم و آنها را برای راندن شیطانها سوزاننده قرار دادیم، زیرا شیطانها می‌خواهند که از اخبار آسمان گوش دهند و دزدند و برای آنها در آخرت عذاب و آتش سوزان آماده ساختیم که به آن چشانیده می‌شوند. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و برایشان چی بد جایگاه است. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هنگامی که در آن دوزخ انداخته شوند از آن آواز بی نهایت سختی بد وحشتناک می شنوند، در حالی که دوزخ بر آن جوش می زند. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. از شدت خشم نزدیک است که دوزخ بر کافران پاره پاره شود. هرگاه که گروهی از آدمان در آن دوزخ انداخته می شوند، فرشتگان نگهبان آن دوزخ از آنها می پرسند آیا بیم دهنده به سراغ شما نیامد که از این عذاب شما را بیم نماید؟ قالوا بلا قد جاء
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. گویند آره بیم دهنده از نزد الله به سوی ما آمد و ما را بیم داد، پس ما آن را دروغ شماریدیم و گفتیم هرگز الله چیزی بر کسی از آدمی نازل نکرده است. شما ای رسولان جز در گمراهی بزرگ نیستید. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. و کافران گویند اگر ما در دنیا به شنوایی قبول می شنیدیم، آیا تعقل یعنی فکر می کردیم مثل حق طلبان امروز در زمره دوزخیان نبودیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. پس آنها به گناه خود اعتراف کردند و به سبب کفرشان سزاوار عذاب دوزخ شدند. دور باد اهل دوزخ از رحمت الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بیگمان کسانی که غایبانه از پروردگارشان می ترسند، حتی در حالتهایی که غیر از الله کسی دیگر خبر ندارد و او را عبادت می کنند و نافرمان برداری نمی کنند، برای آنها آمرزش از گناه ها و پاداش بزرگ یعنی جنت است. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. و گفتار خود را پنهان دارد یا آن را آشکار سازد، به هر حال نزد الله برابر است و چیزی از گفتار و کردار شما بر وی پنهان نمی ماند، حتی او به آنچه در دل هاست آگاه است. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا کسی که همه موجودات را آفریده است خلقیت آن را خوب و محکم کرده است، پس چگونه از حال آنها نمی داند، در حالی که او نازک بین و آگاه است به اعمال بندگانش. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. او ذات است که زمین را برای شما رام، هموار و نرم گردانید تا بر آن قرار گیرد، پس در گوشه و کنار آن راه بروید و از رزق و روزی او بخورید و زنده شدن دوباره پس از مرگ برای حساب و جزا به سوی اوست. یعنی این آیت اشاره به طلب رزق و کسب می نماید و دلالت بر آن می کند که الله معبود یگانه است و او را شریک نیست و نیز دلالت بر قدرت و توانایی او و به یاد آوردن نعمت‌هایش می کند و به دنیا محبت بستن را بیم می دارد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا ای کافران مکه خود را از ذاتی که در آسمان الله است در امان می دانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد، پس آن ناگهان بلرزش درآید تا همه هلاک شوید. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر.
یا خود را از ذاتی که در آسمان است در امان می دانید که تندباد همراه با سنگریزه به شما فرستد؟ پس ای کافران به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است و آن زمانی که با چشم خود عذاب را مشاهده کردید دانستن به شما فایده ندهد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. و براستی کسانی که پیش از آن کافران مکه بودند مانند قوم نوح، عاد و ثمود دعوت پیامبران را دروغ شماریدند، پس عذاب من در برابر دروغ شماریدنشان پیامبران را چگونه بود؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا این کافران بخبرند به پرندگانی که بر بالهای سرشان است که گاه بالهای خود را می‌کشایند و گاه فرو می‌بندند؟ نگاه نکردند جز الله مهربان کسی آنها را بر فضای آسمان نگاه نمی‌دارد. بیگمان او به هر چیز بیناست. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. یا به گمان شما آن کسی که خود برای شما چون سپاهی است که شما را در برابر الله مهربان یاری می کند کیست؟ کافران جز در فریب و غرورشان نیستند. امن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. یا کیست آن ذات که به شما رزق و روزی دهد اگر او رزق خود را به شما باز دارد؟ بلکه آن کافران در سرکشی و رمیدگی از حق محکم پیوستند، یعنی از حق نفرت و تکبر می‌ورزند و نه پند می‌گیرند و نه پیروی می‌کنند. افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. آیا کسی که بر او افتاده حرکت می کند و نمی داند کجا می رود و چگونه می رود به هدایت نزدیکتر است، یا آن کسی که ایستاده بر راه راست می رود که در آن هیچ کجی نیست؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو ای رسول او ذات است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیزی نبودید و در عدم یعنی نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد تا با وسیله آن بشنوید و چشمان داد تا با وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا با وسیله آنها در مخلوقات الله بیندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاس گزاری میکنید. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. بگو او ذات است شما را بیافرید و در زمین پراکنده ساخت و بعد از این پراکندگی برای حساب و جزا به سوی او گرد آورده می شود.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. و کافران میگویند ای محمد و ای مؤمنان به ما خبر دهید و روشن سازید اگر راست میگوید این وعده قیامت چی زمان است. بگو ای پیامبر برایشان علم قیامت تنها نزد الله است و من فقط هشدار دهنده آشکار هستم و از عاقبت کفرتان شما را بیم میدهم، یعنی هشدار میکنم و برای شما آنچه را که الله تعالی مرا به بیان آن امر نموده است بیان میکنم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین كفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. پس چون آن کافران وعده الله را از نزدیک بینند چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می گردد و به آنها سرزنش کرده گفته می شود این همان چیز است که شما آن را در دنیا با شتاب می طلبیدید. قل ارأیتم این اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم. بگو ای رسول برای اینها یعنی کافران به من خبر دهید اگر الله مرا و کسانی که با من هستند هلاک کند همچنان که تمنا میکنید یا بر ما رحمت آورد و اجل ما را به تأخیر اندازد و از عذابش نگاه دارد پس چی کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بگو او الله مهربان است به او ایمان آوردیم و به شریعت او عمل کردیم و بر او در همه امور زندگیمان توکل کردیم پس ای کافران به زودی خواهید دانست چی کسی در گمراهی آشکار است ما یا شما. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو ای رسول برای این مشرکان به من خبر دهید اگر آب نوشاکی شما در زمین فرو رود و به هیچ وسیله دسترس یافته نتوانید پس چی کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد؟ شما ترجمه معنای سوره الملک را شنیدید. این از تفسیر روشی میسر گرفته شده است. اگر ترجمان و یا ما به خطای راه داده باشیم الله ما را بیامرزد.